کنسرت مست و جدید لطیفه عزیزی با شرافت پروانی. لطیفه عزیزی باری دیگر به هنر آوازخوانیش رو آورد. لطیفه عزیزی با شرافت پروانی در چه تاریخی این کنسرت را برگزار خواهد کرد؟ افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی لطیفه عزیزی در امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. لطیفه عزیزی یکی از هنرمندان جوان کشور شهرت و محبوبیت خوب دارد. لطیفه با کارهای هنر آوازخوانیش از تلویزیون جهانی طلوع و برنامه ستاره افغان آغاز کرد. وی توانست در مدت خیلی کوتاه به اوج شهرت و محبوبیت هنری و رسانه‌ای برسد. لطیفه عزیزی بعد از تحولات سیاسی در کشور افغانستان را با یک برادرش به مقصد امریکا ترک کرد. لطیفه عزیزی با یک برادرش در امریکا زندگی می کند. وی بعد از رفتنش به امریکا کاملا از راه هنر آوازخوانی به دور بود. وی برای برندهای مختلف مدلینگ می کرد. تازه تصاویر لطیفه عزیزی با شرافت پروانی در صفحات مجازی دست به دست می شود که قرار است این دو کنسرت مشترک را در امریکا برگزار کند. شرافت پروانی هنرمند محلی خوان کشور است که شهرت و محبوبیت هنری خوب دارد. وی بعد از تحولات سیاسی در افغانستان مانند هزاران افغان دیگر افغانستان را به مقصد امریکا ترک کرد. در کشور امریکا مانند قبل و کارهای هنریش ادامه می دهد. اما کنسرت شرافت پروانی با لطیفه عزیزی در صفحات مجازی حمایت و در ضمن نقد شدید شده است. ولی با در انتظار نشر این کنسرت بزرگ لطیفه عزیزی و شرافت پروانی در امریکا خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی و شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.